از عودت قطاعات محدود اتحاد جماهیر شوروی مردم افغانستان تو فکر میکنن که ملامت ماستیم. هرچی که میگفتین که ما قطاعات شوروی رو برای ازی خواستیم که از اونجا پاکستانی میه، از اونجا امریکایی میه، از اونجا عربی میه، سلاحهای گوناگون و مختلف میه، برای ازی که امنیت باشه. مردم قبول نمیکرد، میگفت نه شما مجرم هستین. شوروی ها را آوردین، کشور ما را اشغال کردن، باید بکشین شوروی ها. همدردی و پشتیبانی مردم با اونا بود، از شما پنهان نمیکنم. و اگر این وطن ارتباط می داشتن سران تنظیم ها را می و این وطن ارتباط می داشتن، در دست بیگانگان نمی بودن. استخبارات نظامی پاکستان و عربستان سعودی و امریکایی ها اینا را رهبری نمی کرد. و نمو روزی که شوروی از اینجا برآمده بود یک اعلان می کردن که برادران ما برای آزادی و خود می جنگیدیم، شوروی را کشیدیم، حال دیگه برادر خود را، فرزند خود را، خواهر خود را و مادر خود را نمی کشیم، وطن خود را ویران نمی کنیم. این ما سلا بر زمین گذاشتیم. ما قاتل اولادهای از این وطن نیستیم، برادران خود نیستیم. نجیب انتخابات اعلان کرده، ما میریم که توش انتخابات میکنیم. و برای شما می آمد و می گفتن که ما آزادی شما را گرفتیم، ما شما را دیگر نکشتیم، بگوین برای کی رای میدین، بگوین برای کی رای میدادین. اکثریتتون برای همون رای میدادین. بعضی ها میگه که ما میخواهیم در جنگ پیروز شویم. یک کلمه را و یک جمله را برای شما میگه: پیروز در جنگ یا کامیاب در جنگ ناکام اصلی است. راستی براتون بگویم، بالای کی پیروز میشیم؟ بالای کی موفق میشیم؟ بالای مردم خود؟ بالای قبرستان ها؟ بالای هدیره ها؟ حکم روایی سر کی خواد کردن؟ امیر حزب اسلامی و امیر وطن بالای کی خواد شدن؟ بالای تمام بیوزنا؟ بالای یتیمان؟ بالای اطفال بیچاره مظلومه که توسط از این راکت های کور زده میشه و دستشان قطع و گردن